در زمانهای پیش مردی بود که دو دختری نازدانه داشت. نامهای آنها گلنار و گلماه بود. زنی این مرد بیمار شده از دنیا گذشت. مرد اندوه و پزمانی دخترکان خردسالش را دیده فکر کرد که به آنها مادر لازم است. مرد دوباره خانه‌دار شد. زنی مرد به خانه آنها با پسری خردش آمد. از روز اول زن به دخترکان مرد روی خوش نشان نمیداد. گلنار بیچاره تمام کارهای خانه را خودش اجرا میکرد تا که خواهرکش عذاب نکشد. از سحر تا شام خانه ها را میرفت، آب میکشاند، لباس ها را میشست، خوراک میپخت، اما از مادر اندر ظالم گپی خوش نمیشنید. سالها گذشتند. گلنار کلان شد. خواستگارانی زیادی به طلب این دخترک نازنین می آمدند و مادر اندر با هر بهانه به آنها جواب رد می داد. او می دانست که اگر گلنار شوهر کرده از این خانه رود، تمام کار خانه به دوش خودش می افتد. مادر اندر فکر کرد و قرار داد که گلنار را به پسری خودش می دهد. همه آماده توی و گلنار بیخبر. اپا جان، تو را به پسری مادر اندر می دهند. آهسته‌ک گفت گلماه به خواهرش. دخترک سخت آشفته شد. آخر او آرزو داشت که روزی از خانه مادر اندر ظالم می رود و بانوی دوست داشته جوانی خوبی می شود. بهتر است که بمیرم. زار زار گریه کرد گلنار. وقتی که توی را آغاز کردند، گلنار خواهرکش را به آغوش کشیده بوسید و آهسته‌ک از خانه برآمد و فرار کرد. مهمانها با فرمان مادر اندر از پس دختر دویدند. دخترک دوید و به دامن کوه رسید. دیگر مجال دویدن و گریختن نداشت. بی حال و بی مدار با اشک شش قطار به خدا زاره کرد. به من یاری ده خدا جان، مرا پنهان کن. و ناگاه کوهی عظیم یک لرزید و از هم درید و سوراخی پدید آمد. دخترک زود به غار پدید آمده در آمد و کوه به اصل قدیمش برگشت. تویکی ها چون این همه را دیدند به دهشت افتاده زود به دیه برگشتند. به نزدیک کوه پدر آمد و زاره کرد. مادر اندر آمد و زاره کرد. کوه گشاده نشد. آنها ناامید شده رفتند و همین که گلماه آمده به دامن کوه اشک ریخت، کوه از هم گشاده شد و گلماه به نزد اپاش در آمد. گلماه و گلنار دست به دست هم به راه برآمدند. آنها دیر رفتند یا تیز، کم رفتند یا زیاد، به جایی رسیدند که کول عجیبی بود. این کول شکل خرس را داشت. من تشنه ماندم اپا. آب نوشیدنی شد گلماه. ننوش خواهرکم، به خرسک تبدیل میابی. گفت گلنار و نگذاشت که خواهرش آب نوشد. قریبی های شام آنها به نزد درخت بزرگ رسیدند و قرار دادند که شب را در همین جا روز میکنند. سحر گلنار بیدار شده دید که در پیشش آهو بره خوابیده است و دانست که گلماه
از آب این کول نوشیده است. این کول در زیر درخت قرار داشت و شکل آهو را داشت. آب این کول سحرناک بود. گلنار آهوبره را به آغوش گرفت و زار زار گریه ها کرد. در همین وقت از راه پادشاه اسب با اهل رکابش از شکار برمیگشت. گذر پادشاه از همین مکان میگذشت و چشم شاه به گلنار افتید و با یک دیدن عاشق روی او شد. شاه 40 شب و 40 روز توی داد و گلنار را به زنی گرفت. زنی کلانی شاه گلنار را خیلی بد دید. او فرمود که آهوبره را زنجیر بند کنند. همین طور چند وقت گذشت. خبری حامله‌دار شدن گلنار را شنیده شاه خیلی خوشنود شد و زن کلانی او خیلی غمگین شد. شاه دیر باز در آرزوی فرزند بود و اکنون به آرزویش رسید. شاه به شکار برآمد و زن کلانی او در ساحل کول چقور ارغنچک آوخت و گلنار را به آنجا برد. گلنار به ارغنچک نشست و زن بدتال ریسمان ارغنچک را برید و گلنار بیچاره به آب افتاد و غرق شد. شاه از شکار برگشت و گلنار را ندیده از او درک پرسید. جادوگر بوده است. مرا جادو کرده بیمار کرد و خودش به کجای گریخته رفت. آبی چشم کرد زن کلانی. از زیر زمین باشد هم او را یابید. امر داد شاه به نوکرانش. همه جا را کافتند اما از گلنار درکی نیافتند. همین طور روزها می گذشتند. آهوبره باشد خیلی غمگین بود و دایم به کنار کول آمده به آب نگاه کرده اشک می ریخت. زنی کلانی شاه ترسید که سرش آشکار می شود و نقشه کشتن آهوبره را کشید. او خود را کسلی سخت وانمود کرد و طبیب هم با مصلحت پیشکی به شاه گفت که علاج درد شاه بانو گوشت همین آهوبره است. شاه بیچاره ناعلاج به کشتن آهوبره راضی شد. آهوبره باشد ناگاه به زبان آدمی به شاه گفت اجازه بده باری آخر آب کول را نوشم. مرا در نزدیک کول بکش. آهوبره به نزدیک کول آمد و فریاد زد. اپا جانم گلنار، خواهرکت گلماه را می کشند. یاری ده. و از قعر آب آواز بلند شد. در پزیر پایم قالی گلدار، ناتوان و بیچاره گلنار. در دو پهلویم حسین، چگونه کمکت کنم خواهر؟ خدا مددگارت خواهر. این آواز شهبانو گلنار بود. شاه فرمان داد که زود آب کول را خشک کنند و وقتی که آب کول را خشک کردند دیدند که در زیر کول گلنار نازنین، در دو پهلویش 2 گهواره زرین، در گهواره ها 2 کودک شیرین. رحمت به تو خواهرکم، گفت گلنار و گلماه را به آغوش کشید و آهوبره از شادی به اصل قدیمش برگشت. شاه امر داد که زنی کلانی و طبیب او را به دم اسبها بسته اسبها را به صحرا راند. این فرمان را شنیده زنی کلانی خنجری را گرفت و به سینه شاه زد. شاه بیچاره به زمین افتاد و
جان داد. مردم به شور آمده زن کلانی شاه را و طبیب او را به دم اسبها بستند. آنها از گلنار خواهش کردند که تا به وای رسیدن حسن و حسین تخت شاهی را صاحب شود. همین طور گلنار و گلماه تا آخری عمر شاد و خرم زندگانی داشتند.